وقت بخیر. جاسم آرمان هستم، بنیانگذار و مدیر هلدینگ آرماندو. ما با بیش از 20 سال تجربه در کشور امارات در صنعت مبلمان و همچنین طراحی و اجرای پروژه تجاری و مسکونی در کنار شما هستیم. در واقع آرماندو برگرفته از نام خانوادگی من هستش. برای من دلیل روشنی در انتخاب این اسم وجود داره، چون نماد اصالت و جوهریت خاندان و روستای من هستش. آغاز به انجام تأسیس فروشگاه آرماندو در 2 دهه پیش اتفاق افتاد. در این 2 دهه سیاست و توجه ما به رشد، نوآوری و افزایش کیفیت بوده. بعد از برمغان آوردن جایگاه مد نظرمون در صنعت مبلمان، تصمیم به برداشتن خدم بزرگتر از آن، یعنی طراحی داخلی گرفتیم. بعد از گذشت 5 سال موفق به کسب رضایت حداکثری مصرف کننده‌های عزیز بودیم. با توجه به تجربه‌های موفق گذشته، ما با افتخار آرماندو پروپرتیز رو معرفی می‌کنیم. این لحظه در آرماندو پروپرتیز رسالت و مقصد ما پدید آوردن استانداردهای بالا در خرید و فروش املاک دبی هست. با پژوهش صحیح و آنالیز لوکیشن ها برای سکونت و نیازمندی خانواده ها و سرمایه گذاران، امنیت و کیفیت سرمایه گذاری و زندگی را پدیدار می‌کنیم.